بچه‌ها، من ماندانام و به یک ویدیو دیگه از کانال یوتیوب من خوش اومدید. به نظرتون اولین چیزی که وقتی مخاطب وارد پیجتون میشه بهش توجه میکنه چیه؟ امروز قراره این موضوع رو بررسی بکنیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش. اگه یه پیج داری که رشد نمیکنه، اولین چیزی که باید مورد بررسی قرارش بدی پروفایل پیجته. چون مثل ویترین یه مغازه میمونه و اگر جذاب نباشه کسی واردش نمیشه. امروز قراره بهت قدم به قدم آموزش بدم که چجوری یه پروفایل حرفه‌ای بسازی که هم جذاب باشه هم مخاطب هدفتو جذب کنه. اولین قدم انتخاب یه نام کاربری مناسبه یا همون یوزرنیم. از اسمای سخت و پیچیده نباید استفاده بکنیم. چرا؟ چون اولین چیزی که مخاطب درگیرش میشه وقتی وارد پیجتون میشه یا تو خاطرش میمونه یوزرنیمتونه. پس باید خوانا، کوتاه و مرتبط باشه. اگه پیج شخصی دارین از اسم خودتون استفاده بکنین یا اگر کسب و کار دارین از اسمهایی که مرتبط با اون کسب و کارتونه و اسم خود کسب و کارتون استفاده بکنین. مثالاشو اینجا براتون گذاشتم. دومین مرحله از ساخته یه پروفایل حرفه‌ای عکس پروفایلتونه. چون هویت پیجتون رو نشون میده، پس حتما باید واضح و با کیفیت و مرتبط باشه. اگه پیجتون شخصیه مثل بلاگرا، اینفلوئنسرا یا برندینگ که میخواین روی خودتون انجام بدین، بهتره که از عکس خودتون استفاده بکنین، ولی حتما توجه بکنین که عکس پس زمینتون سفید و روشن باشه. اگر هم کسب و کاریه که یا مثلا اگر هم کارتون تجاری از لوگوی خود برندتون استفاده بکنید. ابعاد استاندارد پروفایل پیج 320 در 320 پیکسله. پس حواستون باشه چون گرد میشه و برش میزنه حتما توجه بکنین که عکستون اون لوگو یا عکس خودتون توی مرکز اون عکس باشه که الکی بریده نشه. بخش سوم چیه؟ نوشتن یه بیو حرفه‌ای. این بخش مثل یه کارت ویزیت توی دنیای واقعیه. پس باید کوتاه و خلاصه و مرتبط و جذاب باشه. تو توی بایو پیجت یا هم بیو پیجت باید یه جوری توی چند خط خودت رو پروموت کنی، یعنی خودت رو پرزنت بکنی، باید نشون بدی که چه ارزشی رو داری به مخاطبت ارائه میدی یا اینکه اصلا راجع به چی داری اینجا فعالیت میکنی. استفاده از ایموجی ها میتونه جذاب بکنه بیو پیج رو، ولی حتما حواستون باشه که زیاده روی نکنی چون تعداد کاراکترها مشخصه. تو اون کاراکترهای مشخص سعی بکنین که بیشتر راجع به کسب و کارتون صحبت بکنین و حتما انتهاش یه کال تو اکشن داشته باشین که مخاطب رو توی پیجتون نگه داره یا مجبور بکنه که به یه پست یا کاور یا هایلایت پیجتون سر بزنه. اگه واتساپ یا سایت دارین حتما لینکش رو توی بایو پیجتون باید قرار بدین. چهارمین مرحله از ساخت اون پروفایل حرفه‌ایمون هایلایت های جذابه. میتونه خیلی راه مناسبی باشه برای پروموت خودتون یا کسب و کارتون. موضوعات مهم رو توی این هایلایت ها باید قرار بدین و حتما دسته‌بندی داشته باشه. هایلایت ها نباید خیلی به هم ریخته باشه. یه سری کاتگوریایی هست که باید توی هایلایت های پیج داشته باشین. علل خصوص آنلاین شاپ ها یا کافه رستوران ها یا کسایی که دارن یه خدماتی ارائه میدن. حالا که همه چی رو آموزش دادم برای ساخت یه پروفایل حرفه‌ای، وقتشه که بری یه سر به پیجت بزنی ببینی کدوم نکته رو رعایت کردی کدوم رو رعایت نکردی. اگه سوالی داری یا چیزی برات نامفهوم بود حتما تو کامنت ها ازم بپرس. اگرم این ویدیو برات مفید بوده و دوستش داشتی به بقیه دوستاتم معرفیش بکن تا بتونن یه پروفایل حرفه‌ای بسازن.